به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جذاب و زیبا شروع میکنیم. سوگ مادر، نوشته شاهرخ مسکوب و نشر نی در سال 1402 این کتاب رو در تهران چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. کتاب سوگ مادر نوشته شاهرخ مسکوب است. حسن کامشاد جمع‌آوری مطالب این اثر را بر عهده داشته است. کتاب سوگ مادر یادداشت‌ها و خاطراتی از شاهرخ مسکوب در زمانی است که مادر خود را از دست داده است. شاهرخ فرزند عصمت مسکوب از رنجی میگوید که تاب و توان زندگی را از او گرفته و سخت در مرداب غم اسیرش کرده است. او خالصترین احساسات انسانی را که در سوگ مادرش تجربه می کند از ذهن و قلبش به قلمش می بخشد و می نویسد. این مجموعه که شامل 50 یادداشت با ذکر روز، ماه و سال است، از 29 بهمن 1342 آغاز و آخرین یادداشت در 7 اسفند 1369 نگاشته شده است. او در آن دوره پر از رنج به این یادداشت‌ها پناه می‌آورد تا لحظه ای آرام گیرد و بار سنگین نبود مادرش را در این خطوط پیاده می‌کرد. شاهرخ مسکوب به گفته خودش مادرش را بیش از دوست داشتن می‌پرستید. غم توامان با قلم ظریف شاهرخ مسکوب این یادداشت‌ها را تبدیل به اثری تاثیرگذار کرده است. مرگ مادر برای تمامی انسان‌ها تجربه‌ای هولناک و سهمگین است، گویی که از لحظه تولد وجود هر انسانی متصل به مادر است. سوگ مادر برای شاهرخ مسکوب هم مملو از لحظاتی طاقت فرسا بود که در این اثر به خوبی گستردگی غمش را شاهد خواهیم بود. او آنقدر رسا و بلند از جزئیات مرگ و درد میگوید که بعد از یک دوره سوگواری با آثار او غم نهادینه می شود و قلب کم کم میپذیرد. گفتن و شنیدن از درد و اندوه از بهترین راه‌های التیام است. این کتاب را به همه کسانی که تجربه سوگواری دارند پیشنهاد می‌کنیم. اما نوشته کوتاه درباره شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب در سال 1304 در بابل به دنیا آمد. او روشنفکر، نویسنده، مترجم و شاهنامه‌شناس معاصر ایران است. شاهرخ مسکوب تحصیلات دوره ابتدایی‌اش را در مدرسه علمیه تهران گذراند و باقی تحصیلاتش را در اصفهان ادامه داد. سپس در سال 1324 به تهران بازگشت و مدرک فارغ التحصیلی خود در رشته حقوق را در سال 1327 از دانشگاه تهران دریافت کرد. او اولین یادداشت‌هایش را در سال 1326 در روزنامه قیام ایران به چاپ رساند. عنوان نوشته‌های او در این روزنامه تفسیر اخبار خارجی بود. با شروع دهه 4 زندگیش مطالعه و تحقیق در حوزه فرهنگ، ادبیات و ترجمه را آغاز کرد. شاهرخ مسکوب بعد از انقلاب 1357 به پاریس مهاجرت کرد و تا آخرین روز زندگیش به فعالیت فرهنگی پرداخت. ترجمه، نگارش و پژوهش از فعالیت‌های اصلی او در حوزه فرهنگ بودند. پژوهش‌های مسکوب در شاهنامه فردوسی از علل اصلی شهرت اوست. کتاب ارمغان مور
و مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار او از مهمترین منابع شاهنامه پژوهی در ایران به شمار می‌آیند. از جمله فعالیت‌های تأثیرگذار مسکوب در ادبیات ایران، ترجمه برخی از آثار مهم ادبیات مدرن و کلاسیک غرب به زبان فارسی است. از جمله آثار مشهوری که توسط او ترجمه شده‌اند عبارتند از خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک و مجموعه افسانه تبای اثر سوفوکلس. او همچنین آثار ارزشمند زیادی را به قلم درآورده است. سوگ سیاوش، داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، در کوی دوست، گفتگو در باغ، چند گفتار در فرهنگ ایران، خواب و خاموشی، روزها در راه، ارمغان مور، سوگ مادر، مسکوب در روز سه‌شنبه 23 فروردین 1384 در 80 سالگی در بیمارستان کوشن پاریس از دنیا رفت. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. نوشتن برای من یک جور عادت است. احتیاج به حضور قلب دارد. از کتاب خواب و خاموشی. مادرم بیشتر از هر کسی در من اثر کرده بود. در ساخت اخلاقم یا روحیه‌ام. او بدون اینکه خودش بداند یا اصلاً به این فکرها بیفتد شالوده هویت من بود. از کارنامه ناتمام. من در تن مادرم زندگی کردم و اکنون او در اندیشه من زندگی می کند. من باید بمانم تا او بتواند زندگی کند، تا روزی که نوبت من نیز فرا رسد. به نیروی تمام و با جان سختی می مانم. امانت او به من سپرده شده است. دیگر بر زمین نیستم. خود زمینم و بیاری آن دانه‌ای که مرگ در من پنهانش کرده است باید بکوشم تا باربر شوم. یادداشت 18 خرداد 1343. آدم هرگز نمیتواند از همان اول چنین مرگ‌هایی را باور کند. مرگ عزیزترین کسان را. تنها راهی که میماند نپذیرفتن و نفی واقعیت است. از بس حقیقتی که از این واقعیت سرچشمه میگیرد ناگوار است و غیر انسانی. یادداشت‌های چاپ نشده 24 بهمن 1358. اینک صدای دوست از ته ریشه‌های کهن از درون سینه پهن زمین می‌آید. از راه‌های دور، از قله‌های بلند و دشت‌های باز می‌گذرد و مثل تپش پنهان قلب ستاره به من می‌رسد. با صدای خاموش مرا می‌نامد و صدای او را در چشم‌های خیس و دهان بازش می‌بینم. نگران و دلگرفته است و به زبان بیزبانی حرف می‌زند. حرف‌ها در باطن من می‌رویند، مثل سر زدن جوانه سبز در بطن دانه زیر سرمای زمستان، مثل بوی بهار. صدای دوست، صدای دوستی از دیار دور فراموشی، از خلال کشتزارهای رنج و زان بر خوشه‌های اندوه. صدای بیدار دوستی خاموش که در بستر ضمیر من خفته است و آنگاه که خفته بودم به ندای او چشمهایم را باز و دستهایش را تماشا کردم. او مرا نامید و من در میان بودنی‌ها به خود آمدم. صدای دوست آغاز من بود. دمیدن و شکفتن بود. صدایی همزاد بود که گفت تو نور چشمهای منی و من نگاهم را مثل دستهایم به او دادم و گفتم تو را ای دوست در جلوه‌های گوناگون دوست دارم. زیرا تو مادر، زاینده و پرورنده منی. از کتابی
در کوی دوست. شاهرخ نازنین من غمگین است. شاهرخ مسکوب عاشق مادرش بود. به گفته خودش مادرش را بیش از دوست داشتن می‌پرستید. پدرش وقتی شاهرخ 16 ساله بود درگذشت و برادر کوچکش 1 هفته بعد و مادر میبایست داغ این دو مرگ را برتابد و پسر و 2 دختر کوچکتر خود را بزرگ کند و به سامان رساند. من در سال 1323 در کلاس 6 متوسطه در اصفهان به آشیانه گرم این خانواده راه یافتم. مادر خودم تازه مرده بود و من چنان شیفته محبت، سادگی و مهربانی تک تک افراد این خانواده شدم که در عالم خیال اندیشیدم ای کاش این زن همسر پدر بیوه من میشد. من و برادرم 2 خواهر را به نامزدی می گرفتیم و شاهرخ از یگانه خواهر من خواستگاری می کرد. خیال پردازیم را روزی با شاهرخ در میان گذاشتم. خندید و گفت این زنای با محارم در زنای با محارم در زنای با محارم می شود. شرع مقدس اجازه نمی دهد. شاهرخ مسکوب پس از کودتای 28 مرداد در اوایل اسفند 1333 دستگیر شد. در زندان 2 چیز او را زنده نگه می داشت. یکی مادرش و دیگری دوستش مرتضی کیوان که در مهر ماه همان سال تیرباران شده بود. میگوید در روزهایی که زیر شکنجه بودم فقط این 2 نگاهم می داشتند، یکی زنده و یکی مرده و امروز هر 2 مردند، ولی پاهای روح من وقتی که بلایی بیشتر از طاقتم نازل می شود همچنان روی همین 2 پایگاه است. در آن روزها اینها وجدان مجسم من بودند که از من جدا شده بودند و هم مرا می پاییدند و هم دستم را می گرفتند. شاهرخ تا اردیبهشت 1336 در زندان بود. در این 2 سال و 2 ماه مادرش هر روز صبح زود به راه می افتاد و تا دیر وقت شب در دفاتر زندان، در ادارات یا نزد مقامات در پی کار او می دوید و بدون آنکه چیزی به روی خود بیاورد به او دلداری و قوت قلب می داد و تشویقش می کرد استوار بماند. به یاد شعر رودیارد کیپلینگ می افتم. مادر من، وای مادر من، اگر مرا در بلندترین تپه به دار آویزند باز می دانم به همراه هم مهر چه کسی است. مادر من، وای مادر من. مادر شاهرخ در 1343 از سکته قلبی جان سپرد. من هنگام درگذشت او 1 سالی در ایران نبودم و وقتی برگشتم شاهرخ به پاریس رفته بود و ماها در خارج بود. از این رو شاهد ماتم و اندوه او نبودم و با آنکه دلبستگی کم مانند او را به مادرش می‌دانستم باید اعتراف کنم عمق فاجعه و تأثیر آن بر روحیه شاهرخ تا خواندن این خاطرات برایم تصور ناپذیر بود. شاهرخ میتوان گفت هیچگاه مادرش را از یاد نبرد. حتی غایب او را پیوسته در خود میدید و کمتر روز و شبی گذشت که به مادرش نیندیشید. امروز صبح حالم خوب نبود. گیتا غزاله را بیدار کرد و برد مدرسه. در خواب و بیدار صدای غزاله را میشنیدم. مثل صدای پرنده ها بود. در صبح بهار صدای سبز، رویده و ترد و نازک، بازیگوش، بیخیال. سال 1342 یک روز اولهای اردیبهشت صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم. داشت میگفت جان جان، به گنجش ها میگفت. خودش از جیک جیک آنها بیدار شده بود. از کتاب روزها در راه 14/4/1985. مادر در ظلمت خاک سرنگون شده است، اما شاهرخ سالها خواب او را می‌بیند و در بیداری برایش نامه می‌نویسد که نگران سلامتیت هستم و همیشه تو را بیشتر از هر کسی دوست داشتم.
من مثل چشمه هستم و تو آب. بی تو خشک و بیهوده‌ام. برای همین است که دوری از تو برایم سخت است. انگار از خودم دور افتادم. آدم گسیخته‌ای شدم و کار به جایی می‌رسد که خیالاتی می‌شود. به توهم می‌افتد. خیال می‌کنم مرده پرستم، گرچه او را در زندگی هم می‌پرستیدم. در گفتگو در باغ می‌خوانیم. من هم اون وقتها هر 2-3 هفته یک بار می‌رفتم سر خاک مادرم، باهاش حرف می‌زدم. در تهران که بودیم، آره، قبرستون زرگنده خاکش کرده بودیم. 2 تا ارغوان پایین و بالای سرش کاشته بودم. درخت‌ها که گل می‌دادن، 2 تا چتر خوشرنگ زنده توی هوا باز می‌شد. به نظرم میومد که مادرم با درخت‌ها نفس می‌کشه و از تنهایی در میاد. خیلی گل و گیاه رو دوست داشت. زنده که بود دائم به باغچه حیاط برمی‌رفت. وقتی که می‌رفتی سر خاک بهش چی میگفتی؟ بهش چی میگفتم؟ هیچی. میرفتم دیدن. پایین پاش میایستادم و سعی میکردم تو دلم نگاش کنم. در واپسین روزهای سال 1996 که برابر با دی‌ماه 1375 است، شاهرخ در پاریس از احتمال سرطان خون خود آگاه شد. بیدرنگ 3 احساس به او دست داد. نخست، انگار با تنم بیگانه شده‌ام. دوم، نگرانی برای غزاله. هنوز از نظر عاطفی و مالی خیلی به من احتیاج دارد. و سوم، دلواپسی نقشه‌های چندین ساله و 2-3 کار ناتمام. از جمله ادای دین به مادرم، فردوسی و مرتضی. 2 دین آخر را تا زنده بود ادا کرد، ولی دین مادر را اجل مهلتش نداد. کتاب مرتضی کیوان به کوشش شاهرخ مسکوب در 1382 منتشر شد. بدرودش با فردوسی و شاهنامه را نیز با خون دل نگاشت و با آنکه مجال بازخوانی و غلطگیریش را نیافت، ارمغان مور، دستاری در شاهنامه که نشر نی 1384 منتشر کرده، چند ماهی پس از مرگ او از چاپ درآمد. آنچه اکنون پیش رو دارید کوششی است برای ادای دین سوم، دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطرات منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است. شاهرخ پس از زندان و شکنجه هنگام نوشتن دستش می‌لرزید. در همان سالهای اولیه در 1339 در نامه‌ای به دوستی شوخی جدی می‌نویسد: این دست‌های صاحب مرده هم می‌لرزد و در نتیجه نوشته‌ام عین خط میر شده است. لرزش دست به مرور شدیدتر شد، به طوری که در سالهای آخر دیگر توان نوشتن نداشت و کارهایش را با ماشین تحریر یا کامپیوتر 2 انگشتی روی کاغذ می‌آورد. علائم این لرزش طبعاً در یادداشت‌هایش هم به چشم می‌آید و گاه خواندن خط میر دشوار می‌شود. کوشیده‌ام آنچه درباره مادرش در نوشته‌هایش یافت می‌شد بی کم و کاست در اینجا بیاورم. امیدوارم از من نرنجد. حسن کامشاد، مهر ماه 1385. این 3 ماه اخیر این دفتر را باز هم نکردم که نگاهی به آن بیاندازم تا چه رسد به این که چیزی در آن بنویسم. به راستی خسته شدم. حس می‌کنم که خیلی عصبی شدم و کمتر وقتی می‌توانم بر خودم مسلط باشم. گمان نمی‌کنم این خستگی و زود خشمی فقط از مطالعه و کار ناچیز فکری باشد. آدم خجالت می‌کشد اسم این چیزها را کار فکری بگذارد. علت بدبختی دیگری که تازگی پیش آمده است. صبح زود شنبه 10 اسفند زین‌العابدین مرا از خواب بیدار کرد و گفت: حال خانم به هم خورده است. سراسیمه و خواب‌آلود رفتم پیش مامان. دیدم به شدت دارد استفراغ می کند و قلبش درد می کند. مهرانگیز کشید بود. تلفن کردم، گفت تکانش ندهید، من میآیم. 1 ساعتی بعد رسید. 1-2 تا آمپول زد و دوایی به او خوراندیم تا حالت تهوع آرام شود. تقریباً بیفایده بود. تا ساعت 4 بعد از ظهر مامان در حال اغما بود. آن وقت به خود آمد و نشست
و ما را به جا آورد. زود رساندیمش به بیمارستان پهلوی، چون مهرانگیز همانجا کار می‌کند و امکانات و تحصیلاتی فراهم بود. الکتروکاردیوگرافی کردند. خلاصه مامان سکته قلبی کرده بود. بدبختی تازه‌ای برای همه ما نازل شده بود. باران رحمتش بی‌حساب است. اکنون 3 هفته است که بستری است. تازه دیروز اجازه دادند که بنشیند. خواستیم به پری خبر بدهیم که بیاید، نگذاشت. گفت چون گلی مدرسه دارد نه با او میتواند بیاید و نه بی او و خیالش هم ناراحت می شود. هفته پیش به مناسبت آب زیادی که در خونش جمع شده بود و بزرگ شدن کبد و کلیه و تورم معده به سختی نفس میکشید تا آنجا که کپسول اکسیژن آوردند و یک روزی به کمک آن دستگاه تنفس میکرد. حالا حال مامان بهتر است و از دیروز اجازه دادند که بنشیند و این خود نعمتی است. آدمیزاد باید چقدر بیچاره شود که توانایی نشستن برایش نعمت باشد. خوشبختانه پری و بچه‌ها پریشب رسیدند. من تازه از بیمارستان برگشته بودم. شبانه همهشان را به بیمارستان برگرداندم. وجود آنها تأثیر عجیبی در روحیه مامان داشت و یکباره حالش به نحو محسوسی بهتر شد. چند روزی من به کلی خود را باخته بودم. شنبه شب گذشته که حال عمومی مامان بد بود و نفسش تنگی می‌کرد، در بازگشت از بیمارستان نتوانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم. گریه می‌کردم و می‌راندم و پشت رول درست جایی را نمی‌دیدم. انگار یکباره زیر پایم خالی شده بود. نمی‌دانم با وجود مرض قند و این بلای تازه آینده چه خواهد شد و بدن مامان چند سالی در برابر هجوم این ناخوشی‌ها مقاومت خواهد کرد. خدا عاقبت را به خیر کند. همان خدای شفابخشی که فرستنده مرض هاست. بعد از همه آن گرفتاری‌ها و مشقات که در 21 سال اخیر روح و جسم مامان را می‌فرسود، تازه داشت روزهایی می‌رسید که نفسی به راحتی بکشد. این هم اینطوری شد. مثل اینکه آمده بود تا انبان رنج‌هایش را پر کند و پیمانه سرریز شود. پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ. خیال داشتم مثل معمول عید برای دیدن اردشیر به اصفهان بروم. افسوس که باید به بیمارداری بگذرد. بیماری چنین عزیزی بیشتر از بدبختی، بیچارگی. دفتر امسال را می‌بندم. هر چند ماه چند سطری نوشتن یادداشت روزانه نیست. این آن چیزی که می‌خواستم نشد. شاید سال آینده بهتر شود. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده، اگر در حال جنگیدن با سوگ هستید یا حتی با سوگ‌های از دست دادن کنار اومدید، حتی لطفاً این کتاب رو بخونید و به قلبتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.